امروز میخوایم با هم فرمول فرار از تورم رو بررسی کنیم. خیلی برای فرار از تورم دلار میخرن. وقتی شما دلار میخری فقط داری تورم ایران رو پوشش میدی. یعنی اگر افزایش قیمت دلار در کشور 30%، افزایش تورم هم 30%. پس در عمل شما هیچ سودی نکردی و فقط ارزش پولت حفظ شده. حالا به جای دلار بیایم از سکه استفاده کنیم. وقتی سکه میخریم علاوه بر این که تورم ایران رو پشتیبانی کردیم، تورم اونس جهانی طلا رو هم پوشش دادیم. پس وقتی تورم در ایران 30% و تورم اونس جهانی طلا مثلا 10%، شما اگر سکه بخرید در واقع 40% افزایش سرمایه داشتید و علاوه بر جبران تورم سود هم کردید. حالا جالب اینجاست که قیمت اونس جهانی طلا در سال 1386 $260 بوده و الان در مرز $2000. پس یادمون باشه هر سرمایه گذاری پول رو تبدیل به پول نمی‌کنه.